سلام بچه‌ها، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. بچه‌ها این اولین ویدیوه میخوام بذارم داخل چنل. بعد اگه حمایت کنین دیگه از شورت ویدیو نمیذارم دیگه، همش ویدیو بلند میذارم اگه حمایت کنین. الان هم اومدیم باید میخوام بزنم بتل 4 به تک دیگه، بازی خودم هم نشون بدم ببینم پسندتونه یا نه. خب یه لحظه من یه ستی بچینم ببینم بازیم پسنده یا نه. اگه حمایت کنین وقت دیگه گیم پلی های خفن، شورت ویدیو همه چی میذاریم. الان این اولین ویدیو میخوام بذارم ببینم حمایت میکنید یا نه. یه لحظه ریدم توش. خب خوبه ستم. میخوام یه ست همیشگی بزنم بچه‌ها که دیگه عوضش نکنم. نمیدونم این ستو بزنم، نظر بدین این ست یکه این ستو بزنم یا این پیرن یا این ست دومه. به نظر من این بهتره، این ست همیشگی دیگه. خب بچه یه دست بریم بتل 4 به تک. خب من داخل بازی دیگه آهنگ پلی میکنم. سامن گفت درخواست قبول کن. خب چرا استارت نمیشه آجی؟ استارت شد دیگه. الان داره ویدیو میگیره یا نه؟ خب یه پلی بدیم. شورت ویدیو برای این که هر وقت ویدیو میگیرم، کلا ویدیو که میگیرم زیاد خوب هد نمیخوره. میدونی میگم چی؟ این مشکل از چیه؟ داخل ویدیو خوب هد نمیخوره بخوام ویدیو بگیرم، ولی برای شورت ویدیو بیشتر موقع میرم از ویو خودم ویدیو میگیرم. اینم ست همیشگی ماه. اگه حمایت کنین یوتیوبر بشین. خب اگه خدا بخواد بچه بریم پیک. بچه از این به بعد دیگه آهنگ میذارم. صدا گیمم اگه زیاد باشه ببخشید.
خورد خدایی، ولی دیگه نشد دیگه، بویا نگرفتیم. های خدا. بچه های ایدست بریم بتری تمرینی. اینم آیدی من. بچه ها هر وقت خواستین بگین که مثلا اد دادین، داخل کامنت ها بگین که اسم اکانت چیه، قبول کنم بریم یه دست کاستوم بزنیم. شبا ما همیشه کاستوم داریم اگه داخل چنل تلگرامم عضو شین. خب یه دست دیگه میریم بچه ها. یه لحظه من خب بچه ها یه دست قول بهتون میدم بویا میگیرم. عجب فول هدی خورد، ولی حیف که نشد دیگه. زدم کثافت عوضی. بچه اینم گیلد ماست، از خودم نیست، از رفیقمه. اگه شما داخل این ویدیو حمایت کردین یه گیلد میزنم، تست گیلد بدیم دیگه برای خودمون. اگه کمک کنی یوتیوبر شم که امکانش نیست. خب ویدیو هم که چند دقیقش گذشته، بعد این دست استار نشد. حاجی من صفم خیلی سریعه، نمیدونم مشکل از چیه. داخل همین آپدیت قبلی هم همینجوری شد چند روز پیش. استارت نمیشه حاجی. خب یه اس کنیم لونوار، فکرم استارت میشه یا نه. خب استارت شد. خب ببینیم چی میگیره یارو. بچه از اینجا بعد آهنگ میذارم، بعدشم بقیه یه راند که زدم دیگه ویدیو رو قطع میکنم. خدا نگهدار. خب بچه ها امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. من دیگه باید بک بدم. امیدوارم دیگه از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.